درود بینندگان عزیز، برنامه همقلم و همعلم است منظور شما. در برنامه نخستینمان ما صحبت داشتیم با دکتر علم‌های تاریخ پروفسور استاد ژورنالیستان تاجیک ابراهیم عثمانov. با یک جمله ژورنالیستیکا را شرح دهید. ژورنالیستیکا چیست؟ ژورنالیستیکا کمک کردن به مردم که خود را شناسند. سه عادت مخصوصی روزنامه‌نگار کسبی کدام است؟ باید خواند، دائمی خواند، باید نویسد، دائمی نویسد، باید دروغ نگوید. اثری که خواندن آن را به ژورنالیستان نوراه توصیه می‌کنید. همه اثرهای استاد صدرالدین عینی. مشکل اساسی ژورنالیستیک امروزه کدام است؟ متاسفانه ژورنالیستان صاحب کسب خیلی کمند. ژورنالیست صاحب کسب آن است که در هر شرایط فقط گپی حق را گفته. مشکل در همین است. اوتو فون بیسمارک گفته است از 10 ژورنالیست 10 وزیر میتوان ساخت، ولی از 10 وزیر یک ژورنالیست برآمدنش به گمان است. اندیشه شما در این باره؟ درست است. یعنی او تاکید کردن میخواد که ژورنالیست نه فقط آدمی صاحب کسب است بلکه سیاستمدار هم است. برای ژورنالیست اول کار مهم است یا عائله؟ برای همه اول عائله. شما همیشه خود را ژورنالیست می‌حسابیدید یا زمان منصبدار و زمان ژورنالیست بودید؟ خوشبختانه یا بدبختانه گمان می‌کنم که خوشبختانه من همیشه ژورنالیست بودم و از این بیرون رفتن نتوانستم. این خوب شد. آیا گازیت می‌میرد؟ نه. چون آدم گازیت هم جاوید است. زحمتی همپیشه را همپیشه می‌داند که چیست؟ زخم دستی کوهکن را تیشه می‌داند که چیست؟ برنامه همقلم و همعلم منظورتان بود. خیر.